درود، شالوی گلخوجی هستم با خبرهای تازه 10 می و شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه سعی مومنیتیمов رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان برای بررسی نگرانی های کشور از فعال شدن تندروان در مرز به افغانستان رفت. تربت بازار صابر شاعر شناخته تاجیک را هفته آینده به وطن می‌آورند. مکان آخرتی او الکای در آرامگاه آماده است. بعد خاک سپردن با معماری سنگ بعد آرکیتکتور شهر آمدن مسئله چی را می‌بینند؟ با سنگ ماندن همش می‌بینند. تنش‌ها در خاورمیانه اوج می‌گیرد. اسرائیل گفت ایران از قلمرو سوریه به بلندی‌های جولان 10 موشک انداخته است. ایران هنوز واکنشی نشان نداده است. شروع میکنیم از سفر رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به افغانستان. هیئت نهاد زیر رهبری رئیس آن سعید مومنیتیمov روز 8 و 9 می از کابل دیدن کرده است. در دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان به رادیو زودی گفتند که سعید مومنیتیمov در این سفر با سران نهادهای امنیتی از جمله معصوم ستانکزی رئیس ریاست امنیت ملی، وزیر دفاع و دیگر مقامات بلندپایه گفتگو کرده است. تامین امنیت در مرزها، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعهای محوری صحبت طرفها بوده است. سفر رئیس کمیته امنیتی ملی به کابل در حال صورت میگیرد که هفته پیش فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت که طالبان هزاران جنگجوی خود را به مرز تاجیکستان نزدیک آوردند. در دوشنبه برای دفن جسد بازار صابر شاعر شناخته تاجیک آمادگی میگیرند. انتظار می رود که تربت شاعری معروف از امریکا به وطن 14 می آورده شود، اما مکان آخرت بازار صابر الکای در آرامگاه معروف پایتخت تعیین شده است. میرزا نبی خالقزاد به محل دفن ادیب شناخته تاجیک رفت. معماری سنگ بعد آرکیتکتور شهر آمدن مسئله چی را می‌بینند؟ با سنگ ماندن همش می‌بینند. بازار صابر شاعر معروف تاجیک بعد بیماری طولانی راههای نفس روز 1 می در یک شفاخانه شهر سیاتل امریکا درگذشت. بعد دستور رئیس جمهور امام علی رحمان برای آوردن جسد شاعر، رئیس شهر دوشنبه امر داد که جسد شاعر در آرامگاه لوچاب، مکان دفن شخصیت‌های معروف، به خاک سپرده شود. قبر بازار صابر ببینید در میان آرامگاه استاد ترسونزاده و لایق شیرالی غفار میرزا از چهره های معروف و شناخته شهر تاجیک قرار دارد و یکی از منظره های خیلی زیبای شهر دوشنبه و در یک بلند جای قرار دارد که جای شماره و زیبا است. دختر شاعر شاگونه صابر امروز به ما گفت جسد پدرش روز دوشنبه به تاجیکستان آورده می شود. آرامگاه لوچاب در کنار دوشنبه است که اکثر نخبگان در اینجا به خاک سپرده می شوند. سال پیش بعد نوسازی باغ عینی، تربت چند چهره شناخته دیگر را به این آرامگاه کوچ دادند، از جمله جسد کمال عینی فرزند صدرالدین عینی، همسرش مقدمه اشرفی، رهبران وقت تاجیکستان شوروی باباجان غفورов، جبار رسولov و شاعر معروف باقر امزاده به اینجا آورده به خاک سپردند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها تاسیسات نظامی ایران را در داخل سوریه هدف گرفته است. به گفته فرماندهان اسرائیلی، حمله ها بعد آن صورت گرفت که با فرمان پاسداران انقلاب اسلامی ایران به بلندی‌های جولان در اسرائیل 10 موشک انداختند. مقامات ایران به این بیانیه‌های اسرائیل پاسخ ندادند. تنش بین ایران و اسرائیل بعد آن اوج گرفت که آمریکا 8 می اعلام کرد از سازش اتمی ایران خارج می‌شود، اما چین و بریتانیا و فرانسه و آلمان و روسیه گفتند که در این سازش میمانند. من از نیوشا بغراتی خبرنگار رادیوی فردا که همین موضوع را پیگیری میکند پرسیدم آیا اتحادیه اروپا و بقیه قدرت‌های جهانی امکان تامین اجرای کامل سازش را دارند یا نه؟ همه چیز بستگی به این داره که آمریکا در چه حدی بخواد واکنش نشون بده، واکنشش رو تا چه حدی بخواد پیش ببره نسبت به تحریم هایی که گفته. اگر که آمریکا بخواد خیلی مصر این تحریم ها رو تا جایی دنبال بکنه که بگه شرکت های دیگر، شرکت های اروپایی، روسی، چینی در شرق آسیا رو تحریم های سنگین، جریمه های سنگین خواهد کرد به خاطر اینکه احتمالاً بخوان
تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، در اون صورت احتمال داره که اینها هم به فکر منافع خودشون باشن و از این همکاری که در حال حاضر دارن در بیان. در حال حاضر یه مقداری زود هست برای اینکه گمان زنی بکنیم. اون چیزی که تا به حال گفته شده این هست که اتحادیه اروپا، روسیه، چین همه اصرار دارند که توافق اتمی حفظ میشه، اصرار دارند که این توافق از بین نرفته، فقط آمریکا از اون خارج شده و اتحادیه اروپا به ایران توصیه کرده که در برجام همچنان باقی بمونه، به خاطر اینکه اون طرف‌ها هم باقی خواهند موند. سوال بعدی من از نیوشو بغروتی این بود که خارج شدن امریکا و اعمال دیگر برای تحریمات چه پیامدهای برای اقتصادی ایران داشته میتواند؟ مطمئناً خیلی پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. در چند لول مختلف میشه این رو حساب کرد. اگر که بخواد فقط تحریم‌های اولیه و ثانویه باشه که گفته میشه به این اسم شناخته میشه که آمریکا اونها رو گذاشته طی سالهای مختلف، بخش انرژی ایران رو هدف قرار خواهد داد و بخش مالی و بانکی رو. در این صورت ما مطمئنا شاهد این خواهیم بود که تورم بسیار زیادی خواهیم داشت، اینفلیشن در ایران خیلی بالا خواهد رفت، قیمت‌ها خیلی رشد صعودی خواهد داشت. همین الان ما شاهد این هستیم که دلار در بازار ایران نایاب شده، ارزهای خارجی، پولهای خارجی خیلی به سختی یافت میشه و با قیمت خیلی بالاتر. طی حدود چند ماه گذشته قیمت دلار در ایران تقریبا 100% افزایش داشته، یعنی حدود 2 برابر شده این قیمت. این روند میتونه ادامه پیدا بکنه. دولت خیلی سعی داره که این روند رو کنترل بکنه در حد امکان، ولی اگر که این تحریم‌ها بخوام برگردن از کنترل میتونه خارج بشه. پس به هر صورت این تأثیر رو در اقتصاد ایران ما خواهیم دید، تأثیر منفی رو خواهد گذاشت، ولی سطحش بستگی به این داره که در چه سطحی این تحریم‌ها برگردن. نیوشو بغروتی، خبرنگاری رادیوی فردا درباره پیامدهای خروج آمریکا از سازش اتمی با ایران صحبت می‌کرد. تفصیلات بیشتر در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. 10 شهروند قزاقستان روز 10 می در استان و الماتو با طرفداری از محبوسان سیاسی در این کشور دست به تظاهرات غیر قانونی زدند. در هر دو شهر اعتراضها با بازداشت تظاهرگران انجامید. جمله کارمندان پلیس در الماتو حدود 80 نفر را دستگیر کردند که در میان آنها راهگذران تصادفی نیز بودند. این اعتراضها در روز سفر هیئت رسمی پارلمان اروپا به شهر استان برگزار می شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان تحریک قراری را تهیه میکنند که ثبت رقم ایمیل همه گونه تلفن‌های موبیلی و واسطه‌های علاقه برقی را در نظر دارد. مقامات و شرکت‌های موبیلی توسط این رقم یک تلفن موبیلی را از دیگرش فرق میکنند. عبدالله شورف همکار ما با این موضوع آشناست. عبدالله سلام. از این پیش در تاجیکستان تمامی سیم کارت‌ها از نو ثبت شده بودند. ثبت این رقم‌های تلفن چی ضرورت داشت؟ سلام شهلا. ایمیل رقمی مشخص است که هر تلفن موبیل ناوابسته از شکل و استحصال کنندش آن را دارد. این یک نوع شناسنامه هر تلفن است. ثبت نام این رقم ها در فهرست دولتی امکان می‌دهد که حالت‌های دزدی تلفن پیشگیری شود. وقتی رقم ایمیل همه تلفن ها در دست مقامات قرار می‌گیرد، تلفن کسی ربوده شود، مقامات زود شخص تلفن دزد را پیدا خواهند کرد. خب عبدالله میتوان گفت که بعد این هر قدمی صاحبان تلفن تحت نظارت قرار خواهد گرفت؟ احتمالاً چنین شود، زیرا همصحبتان ما از اداره‌های دولتی مربوط به مخابرات گفتن این اقدام به خاطر تامین امنیت روی دست گرفته شده است، چون با گسترش ابزارهای مخابراتی به مثل وایبر و واتساپ شناسایی گفتگو کنندگان از روی سیم کارت دشوارتر می‌شود و از این رو مقامات می‌خواهند مشخصاً به کی تعلق داشتن تلفن موبیل را برای خود یقین کنند. خب آیا در یگان کشور دیگر نیز تجربه ثبت نام رقم ایمیل همه تلفن‌های موبیل وجود دارد عبدالله؟ بله شهلا، نخستین کشوری که تجربه ثبت نام رقم ایمیل همه تلفن‌های موبیل را در قلمروش جاری کرد ترکیه است. بنابر اطلاع مطبوعات در این کشور دزدی تلفن‌ها در اوج بود و حکومت ترکیه برای جلوگیری از این پدیده ثبت نام رقم ایمیل همه تلفن‌های موبیل را به راه ماند. با اطلاع مطبوعات در پی این تدبیر دزدی تلفن‌ها در این کشور 90% کمتر شده است. شهلا، سپاس عبدالله برای صحبت فراگیر. در تاجیکستان تصمیم گرفتند که با راه اندازی یک نظام مخصوص کار دهقانان تاجیک را آسان‌تر کنند. کمیته دولتی امور نامگوی نرخ محصولات کشاورزی را در بازارها به دهقانها میفرستد تا اینکه آنها سرگردان نشوند. تا کجا این نظام در شرایط دهاتی تاجیکستان برای خواجگی‌های دهقانی مفید است، همکاران ما از نسل شیوریما تحلیل کردند.
در تاجیکستان نظام اطلاع تجارتی را برای خواجگی‌های دهقانی به راه می‌مانند. طرح را در این باره در کشور شروع کردند. شماره چنین خواجگی‌ها از 100,000 بیشتر است. کشاورزان میگویند برای نرخ‌گذاری محصولاتشان مجبورند به بازار بروند و نرخ و نوا را با چشمان خود ببینند. کمتر از تکنولوژی خفا موندیم. برای چی بگو؟ وقتی که کار نمیکنی رفت آمد نیست، خطی جمعیت معاشرت نمیکنی کو کمتر خفا میزنی. من هم سری زمین ما میبینیم کار خودمون نمیکنیم دیگه چیکار کنیم؟ او سیستم نرخ‌نمایی خیلی را استفاده نمیبره. میرن که بسر بودرینگ محصولات خیلی چیزا میرن تا شدنشان یا میبینیم نرخ‌نما را با اول سیستم مثال ارزان میفروشیم میخوان کننده. از این بعد آنهایی که به اینترنت دسترسی ندارند نرخ و نوا را درباره محصولات کشاورزی 2 مرتبه در یک هفته طریق SMS یا پیامک دریافت میکنند. پیامک ها را دهقانان می توانند با تلفن های ساده موبیلی هم دریافت کنند. در اول این خدمات رایگان اما بعداً پولکی می شود. مبلغش هنوز معلوم نیست ولی مؤلفان برنامه باور دارند که طلبات به خدمات آنها زیاد می شود. ما بین 500 خواجگی‌های دهقانی پرسش انجام دادیم. هدف اساسی معین کردن دانش‌های تکنولوژی آنها بود. یعنی از کدام نوعی تلفن استفاده می‌کنند، عادی یا هوشمند. آیا به چنین خدمات و قبول پیامک‌ها آماده‌اند؟ به کدام نوع معلومات نیاز دارند؟ کشاورزان معلومات درباره نرخ 25 محصولات اساسی و کشاورزی را دریافت خواهند کرد. اطلاع را کمیته دولتی آمار آماده می کند. طبق نقشه در آینده فهرست محصولات زیاد می شود. Картошка, помидор, лук и в соответствии с регионом это کارتوشکا، پومیدور، پیاز این وابسته به منطقه است. مثلا در ترسونزاده نرخ برنج، در اسفره و کانیبادام نرخ زردآلوی خوش. قیمت سوزشواری قرب دلار و یورو. بعدا نرخ تخمی ها، موادهای کیمیاوی و نوری ها پیشنهاد می شود. курсу доллара и евро. مؤلفان برنامه میگویند نظام نو نه تنها برای کشاورزان بلکه برای نهادهای دولتی، سازمانهای خارجی و شرکت‌های کنسالتینگی مشغول با بخش کشاورزی مفید خواهد بود. و در شهر دوشنبه در دایره روزهای فرهنگی عربستان سعودی حقوق زنان این کشور بحث شد. نمایندگان عربستان سعودی گفتند مقامات هدف گذاشتند که به تدریج در این کشور اسلام مدنی جای اسلام افراطی را بگیرد. عربستان سعودی تلاش دارد که در کشور برابر حقوقی زن و مرد تامین باشد. طبق یک برنامه رشد قرار است تا سال 2030 اکثر مشکلی های زنها و دختران از بین برده شود. این نکته را البکر فیضیه استاد دانشگاه ریاض عربستان سعودی در همایش مکالمه زنهای کشور خود و تاجیکستان بیان کرد. این نشست در دایره روزهای فرهنگی عربستان سعودی در تاجیکستان برگزار شد. خانم فیضیه عضو کمیسیه تأمین برابر حقوقی زنهای شاهیگری عربستان است. با گفته او 3 سال قبل بیش از 200,000 زن در این کشور در اداره و سازمان ها کار میکردند. حالا این رقم به 5 میلیون رسیده است. تأمین برابر حقوقی زنها در عربستان سعودی به دلیل مذهبی بودن جامعه دشوار است و مقامات هدف گذاشته است که به تدریج در کشور اسلام مدنی جایگزین اسلام افراطی گردد. زنان تاجیک هم در این نشست از موقع و برد و باخت خود گفتند. با وجود مشکلات با گفته زنان فعال تاجیک از نگاه حقوق و آزادی ها و از اینجا به مراتب بهتر از زنان در عربستان است. زنان ما در پارلمان هستند و برای قبول قرارها و سندهای معیاری حقوقی سهم ارزنده دارند. در عربستان سعودی نظام دولتداری دینی است و یک جامعه مرد سالار است. سالهای اخیر خاندان شاهان سعودی بعض سختگیری ها را نسبت به زن حذف کردند و از همه مشهورترین تشبسهایشان اجازه زنان برای تماشای بازی‌های ورزشی و گرفتن شهادتنامه رانندگی بود. بر طبق معلومات موجود زنان عربستان سعودی حالا حق ندارند به اجازت شوهر شناسنامه گیرند، به خارج سفر کنند، از شوهر جدا شوند، تجارت کنند، بجز در حالتهای غیر اضطراری جراحی کنند و محبس را ترک کنند. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.